سلام دوستان، اینجا جاده گیلمان به سیاکرد. بالا بودیم، بالا بارون گرفته، تاریکه. الان برگشتیم. همتون رو دعوت میکنم به طبیعت گردی در گیلان، ولی وجدانن اومدیم شهر گیلان رو تمیز نگه داریم، جنگلاش رو تمیز نگه داریم. افتضاحه، واقعا افتضاحه. یه صحنه الان بهتون نشون میدم، نگاه کنید. صحنه‌ای که میخوام نشون بدم بهتون نشون میدم، نگاه کنید. اون گوش هست. ببینید دوستان، واقعا حیف نیست ما میایم شهر به این زیبایی رو، طبیعت به این زیبایی رو با این کار زشتمون آلوده میکنیم. پایین اینجا رودخونه است، پایین اینجا رودخونه است. نگاه کنید، واقعا آدم زشته. این طبیعت به این زیبایی، جنگل‌های سر به فلک کشیده، این جنگل‌ها برای آیندگانه. ما که اگر قرار خرابش کنیم دیگه واسه آینده ها چیزی نمیمونه. دوستان طبیعت رو حفظ کنید، زیبایی رو حفظ کنید. همتون رو دوست دارم. لایک یادت نره، سیوش کن، بفرست واسه همه.